روز پنجشنبه مقامات ولایت کورسک روسیه اعلام کردند که اهالی ملکی ناحیه گلوشکوی این استان اجباراً به مکان امن انتقال داده می شود. سرپرست منصب والی کورسک الکسی سمیرنوف در شبکه تلگرام ابراز داشته است که این تصمیم با نظرداشت وضع کنونی و بر پایه مشورت نهادهای امنیتی گرفته می شود. از سوجه خیلی تیز حرکت کردند. ماشین ها مثل پرواز کرده باشند کم به اسفالت می رسیدند. ما در میان بوته ها پنهان می شدیم و در راه ولنتیورها به مردم نان و آب و غذا می دادند. از طرف سوجه به طور منظم صدای تیر و ترکش می اومد. خانه تیرزه ها و میبل می لرزید. روز چهارشنبه حکومت اوکراین از وضع بشری ولایت کورسک اظهار نگرانی نموده تاکید کرد که به ساکنان از خانه و در محروم شده ولایت کورسک کمک بشری میرساند و خواهشمندان امکان خواهند داشت که به جایهای امن اوکراین انتقال داده شوند. وزارت همایش اوکراین در شبکه فیسبوک نوشته است که اوکراین تمام معیارهای حقوقی بین المللی بشری را اجرا میکند. ما به اهالی ملکی کورسک حمایت ضروری و کمک بشری فراهم می‌آوریم. ناحیه گلوشکوف در نزدیکی‌های شهر سوجه قرار دارد. از زمان آغاز عملیات ارتش اوکراین در کورسک در تاریخ 6 اوگوست سوجه به مرکز مقاومت دو جانبی درگیر تبدیل یافته است. روز 14 اوگوست تلویزیون‌های اوکراین از اشغال شهر سوجه که تا جنگ 20,000 اهالی داشت گزارش‌ها پخش نمودند. اوکراین ادعا دارد که در مساحت 1000 کیلومتر مربع 74 شهرک و دهه‌های ولایت کورسک را زیر نظارت گرفته است. نظر منبع‌های مستقل در این باره دسترس نشده است. خبرنگار رایترز نوشته است که تاکنون بیش از 200,000 اهالی ملکی ولایت کورسک به منطقه‌های بخطر داخلی این کشور کوچانده شدند.